تیر آخوند به خطا رفت. پس اهل بیت فقط این 5 تن هستند و حتی میتونیم به جرأت بگیم که حتی در کتب اهل سنت به این اشاره شده که اهل بیت اینا هستن، این 5 تا هستن، لا غیر، هیچ کسی هم داخل نمیشه. اهل بیت اینا هستن، این 5 تا هستن، لا غیر، هیچ کسی هم داخل نمیشه. به نصوصی که اومده. بله، با ذریه آقای امام حسین علیه السلام تا امام 12. 12 امام رو اگه بخوایم بگیریم یا 5 تن رو بگیریم، این حدیث کسانی بودن که زیر این کسا قرار گرفتن. پس اون کسانی که زیر کسا قرار گرفتن اینها اهل بیت و مشغول این آیه تطهیر میشن. این آخوند با صراحت گفت اهل بیت 5 تن هستند: علی، فاطمه، حسن و حسین رضی الله عنهم اجمعین و خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نه غیر، زیرا که به استدلال وی این 5 تن در هنگام نزول آیه تطهیر زیر عبای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند و آیه درباره آنان نازل شده است و بر همین مبنا و اساس نصوص مورد استدلال شیعیان دیگر هیچ کس در اهل بیت شامل نمی شود. آری، طبق استدلال این آخوند آن 9 امام معصوم 12 امامیان که امام زمان خیالی و موهوم نیز شامل آنها می شود جز اهل بیت نیستند. این آخوند سعی داشت با آب و تاب فراوان همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را از دایره اهل بیت خارج نماید، چرا که آنها به قول این آخوند در هنگام نزول آیه تطهیر در زیر عبای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نبودند. اما تیرش به خطا رفت و به 9 امام شیعیان اصابت نمود، زیرا که آنان نیز نه تنها که در زیر عبا نبودند بلکه حتی متولد هم نشده بودند. مجری بیچاره هم دست پاچه شده و نمیداند چه بگوید. 12 امام را بگیرد که دین 12 امامی به آن معتقد است و یا 5 تن را که دلایل مورد استدلال شیعه منحصر به اهل بیت بودن آنهاست. بله، با ذریه آقای امام حسین علیه السلام تا امام 12. 12 امام رو اگه بخوایم بگیریم یا 5 تن رو بگیریم، این حدیث کسانی بودن که زیر این کسا قرار گرفتن. پس اون کسانی که زیر کسا قرار گرفتن اینها اهل بیت و مشغول این آیه تطهیر میشن. آخوندم که رشته کلام را از دست داده به این مجری پریشان حال کمکی ننمود، چون خود وی نیز گیج مانده است که چطور آن 9 امامی که هنوز به دنیا نیامدند را زیر عبا جا دهد تا آنها نیز در اهل بیت باقی بمانند. به قول قدیمی ها آمد ابرو را درست کند، زد چشم را هم کور کرد. دلیلی را که به خیال وی همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را از دایره اهل بیت ایشان ساقط می کرد 9 امام شیعه را نیز ساقط نمود. آری، باوری که سست باشد در مقام استدلال با همکیشان خود نیز درگیر است.